اگه میخواین شروع کنید سفارش طراحی سایت بگیرید، اولین کاری که میکنین که سایت خودتون رو راه اندازی میکنید. راحت‌ترین کاری اینه که یه وردپرس نصب میکنید. باید نمونه کار بچینید. نمونه کار گرفتن اول کار خیلی سخته. برای همین شما میای یه سری قالب‌های وردپرس رو نصب میکنی، توش مثلا محصولات مختلف رو میریزی. چند تا نمونه اینجوری ایجاد میکنی، میریزی توی نمونه کارات. نمونه کارات که زیاد شد، میتونی از آشنایانت پروژه طراحی سایت بگیری، حتی شده رایگان. اینجوری نمونه کارات تکمیل شده، قدم اول واسه گرفتن سفارش طراحی سایت رو رد کردی. قدم دوم اینه که بتونی پروژه ها رو بگیری. حالا از چه راهایی؟ یکیش لینکدینه که شما میرید توی شغلای مختلف یه سری آدم رو فالو میکنی، اونا هم شما رو فالو میکنن و با پستای تبلیغاتیت اونا رو جذب میکنی به سایت. دومین کار اینه که میری تو سایت پونیشیا و کارلنسر یه اکانت ایجاد میکنی و نمونه کارات تو سایت تو میچینی. یوزرها میان نمونه کارای شما رو میبینن، ازتون درخواست قیمت میکنن طبق پروپوزالشون و شما قیمتتو میفرستی و میتونی کار بگیری. حالا که یه ذره حرفه‌ای شدی، یه سری پول اومده دستت، باید بیای روی محتوات کار کنی. میای روی سایتت مقاله میذاری، بهینه سازیش میکنی و به صفحات اول سایتو میکشونی و اینجوری میتونی پروژه خیلی خوبی بگیری. حالا بازم اگه سوالی داشتی تو گرفتن سفارش طراحی سایت، میتونی برای ما کامنت بذاری. ما سوالاتتون رو جواب